دوستان عزیز سلام علیکم. قرار داریم در نزد درخت سیبی پینک لیدی روزی گلو و این افسانه رو ببینید. این افسانه رو ببینید. او برداشته نمیتونم من. اینو ببینید. بازی من چینده به شما نشون میدم. اینجا رو ببینید. بازی من خودم با یک تا گرفته نشون میدم. همدیگه رو نزد درختش رو به شما میبریم. سالی گذشته ما آوردیم 50 سومونی فروختیم. امسال ارزان میکنیم 45 سومونی. کدام بسیار گرد 40 سومونی. پیشکی زکات میکنید. من برای شما از همین دست رسم میکنم. پینک لیدی روزگلو این در همین سالی گذشته من روزگلو در پیکر دیدم 45 50 سومون بود. همین. اینو ببینید. این سه ببینید. دستی من پر شد. اینو ببینید. این حوزه ترش است. حوزه ترش است. تخمینا 10-15 روز پس میچینن این رو و میگذارن در انبارخانه. یک ماه پس این مزهش دیگر میشد. به نهایت با مزه میشد. حوزه من میگیرم تلفن رو خودم از نزدیک یک نور کرده شما به نشون میدم. اینا داشته است جوره جون. همدوران عزیز. ها اینا ببینید ده. هی خدا رو شکر انشالله ماشاءالله. اینا ببینید. اینا ببینید. انا از همین درخت ها من به شما میبیارم. تکرار میکنم. سال گذشته 50 سومونی دادیم. امسال 45 سومونی میکنیم. کدام بسیار میگیرم باغ میکنم گوید اگر 40 سومونی میتیم. یک لخت. اینا ببینید. این شاخش به این شاخش بستگی. اینا ببینید. این از این سیب نگرفتگی آدم اول میشد و بول میشد اگر نگیرید. اینا ببینید. این انا همین تک پیونده افتمان تک پیونده با قوت و نودوها ببینید چقدر کشول شدگی. اینش با اینش کشول شده است. با اینش از این طرف رفتگی و اش اون طرف رفتگی. این سیب شده است. ده اینا ببینید. اینا بولو زمین ده خوبه. اینا این سیب ببینن ماشاءالله. این سیب ببینید کلونیش ببینید و یک دستی من پر می شود. هر کسی تیستر زکات کند همون قدر تیستر گویا صاحب این سیب می شود. مرحمت کدام هزار باغ میکند 1000 تا زکات میکند. مصلحت میکنیم خدا خواهد. اینا ببینید. خای سیب بود است. اینا ببینید. اینا ببینید. اینا ببینید. نمیدونم کدامش نشون دادم در شما. این سیب نه این پول خولی. اینجاش ببینید. اینا ببینید. زمین ده خوب سیب. نگفتن اموند. این سیب در منطقه گرم هم خیلی سرخ میشد. در پنج قم سنگیر قبودیون در تمام جا هم خیلی سرخ میشود. این هم خیلی اختراع شدگی. پینک لیدی روزگلو هست. با پینک لیدی از این مایده تر میشود. میوهش این در خونه من هست. نشون میدم مولی بعد این پینک لیدی روزگلو. این ببینید. خیلی همداران عزیز دیگر چه با نشون میدم جای تعریفش دیگر این نمیگذارد. این ببینید. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. مرحمت از این سیب از من درخواست کنید. من برای شما حتما اولهای ماه دکبر میبیارم. باغ کنید چقدرتون رو تیار کنید. از این سیب درخواست کنید. اگر بسیار تر گیرید اگر 2000-3000 گیرید ارزان میکنیم با مصلحت میکنیم. ببینید که من با سر این حال ها بعد از 20 نوامبر 25 نوامبر راه میبرایم. درخواست کنید. در پناه خدا باشید.